درس امروزمون احضار ملک هیبور هست، صاحب پنجان. خب عزیزان، ابتدا یک توضیح مختصری در ارتباط با این ملک خدمتتون عرض کنم. شاید همه شما عزیزان شنیده باشید که سلیمان هدهدی داشت که برای اون اخبار می آورد. ببینید، این در واقع یک هدهد نبوده، بلکه ملکی از جن بوده که برای حضرت سلیمان اخبار می آورده که این ملک شباهت داره به پرنده هدهد، یعنی تاجی به روی سرش مشابه تاج هدهد. و احتمالاً در اون زمان وقتی که از سلیمان پرسیدن که از این اخبارها به چه شکل خبردار میشی، احتمالاً سلیمان شاید به این شکل گفته که آره، یک هدهد برای من این اخبار رو میاره و اینجوری شده که هدهد سلیمان به روی زبان افتاده. اما در حقیقت این هدهد سلیمان ملکی از جن هست که کسب اخبار میکنه و اخبار جابجا میکنه. ببینید، همون جوری که ما در دنیای خودمون افرادی رو داریم که به اصطلاح خبرنگارن، کارشون اینه که اخبار رو جابجا کنن، در دنیای ماورا هم به همین شکله. ما اجنه‌ای داریم که کارشون همینه، جابجا کردن اخبار. حالا منظور از اخبار اینه که مثلا به فرض مثال ملکی مثل جباش که همتون اسمش رو شنیدین و میدونید کارش چیه، مثلا کارش همینه. شما ازش بپرسی مثلا فلان زاده فلان مشکلش چیه، از سحر، از باد جن، از مس، از قرینه، به این شکل برای شما منظور از اخبار اینه. اینجور اخبارها رو من منظورم هست. خب سخن کوتاه میکنیم، میریم به سراغ درس. خب عزیزان، به جهت ساخت انگشتر خاتم، به جهت احضار ملک هیبور، ابتدا از اولین یک شنبه ابتدای ماه قمری این عمل رو شروع میکنید. در شب بعد از نماز عشا، اسراف عمار، ایقاموشیه و تحسین دائم. تحسینتون آیت الکرسی هست و تحسین دائم هم همراه خودتون داشته باشید. به روی یک انگشتر این تلسمات رو حک میکنید. این تلسمات رو به روی نگین انگشتر حک میکنید و به روی داخل یک کاسه با حبر زعفران، حبر روحانی، همین تلسمات رو کف کاسه می نویسین و این اسماء رو که براتون می نویسم یشموخن، شماخن، العالی على کل براخن. داخل اون ظرفتون ظرف چینی سپید رنگ بدون نقش و نگار باید باشه. این اسما رو به صورت حروف جدا جدا به دور اون می نویسین: یشموخن، شماخن، العالی علی کل براخن، به همین شکلی که الان من نوشتم. بعد از اینکه این ظرف رو آماده کردین و این رو خاتم رو درون ظرفتون گذاشتین، شروع میکنید به خواندن عزیمت برحتیه به عدد 45 بار به مدت 7 شب با ترک حیوانی و طهارت کامل در اتاق تنها. هر بار که عزیمت برحتیه رو تعظیم میکنید،
هر بار که عزیمت برحتیه رو تعظیم میکنید این توکیل رو باید بخونید. توکلوا یا خدام هذه الأسماء يشموخ شماخ العالي على كل براخ و يجلب لي الملك هيبور صاحب كشف الفنجان. صاحب كشف الفنجان يكشف لي الرموز و أخبرني من بقاء الأرض الوحى العجل الصعب. ببخشید. هر بار که عزیمت برحتیه رو میخونین، اسماء برحتیه رو میخونین، به توکیلتون که رسیدین میگین توکلوا یا خدام هذه الاسماء يشموخ شماخ العالي على كل براخ ويجلب لي الملك هيبور صاحب كشف الفنجان يكشف لي الرموز وأخبرني من بقاء الأرض الوحى العجل الساعة. بارك الله فيكم وعليكم. بخورتون، بخور زمان تعظیم و زمان انجام عمل. بخورتون لبان ذکر، تخم گشنیز یا همون کزبره، میعه سائله و جاوی. هم میتونید جاوی سپید استفاده کنید، هم میتونید جاوی احمر یا هم جاوی سرخ استفاده بکنید. به مدت 7 شب عمل رو انجام میدید. در شب 7م خاتم رو زیر بالشت خودتون قرار میدید و اگر اجابتتون بکنه در خواب شما میاد و با شما در خواب عهد میکنه و از اون به بعد شما میتونید رموز پنجان رو به راحتی به کمک این ملک بخونید و به شما اخبار میده. خب عزیزان، اینجا درسمون به پایان میرسه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.